سلام، مونا هستم. با درس ششم از پایتون مقدماتی در خدمتتون هستم. امروز میخوایم راجع به مبحث یوزر اینپوت با هم دیگه صحبت بکنیم. سوال این هستش که اگه ما قرار باشه ورودی رو از کاربر دریافت بکنیم و یک عملیاتی رو روی اون انجام بدیم چی کار باید بکنیم؟ خیلی ساده ما میتونیم با در واقع دستور اینپوت این کار رو انجام بدیم. فرض کنید که میخواین از کاربر سوال کنید که اسم تو چی هستش. ما اینجا یک متغیر یا واریبلی رو به اسم در واقع نیم تعریف میکنیم و به کاربر با دستور اینپوت میگیم که اسمش رو وارد بکنه، یا حتی میتونیم بگیم مثلا what is your name و در واقع این رو از کاربر سوال بپرسیم و در نهایت میتونیم نامی رو که کاربر برامون وارد میکنه رو چاپش بکنیم. میتونیم حتی بهش خوش آمدگویی بکنیم و در واقع اسمش رو چاپ بکنیم یا خیلی ساده در واقع اسمش رو چاپ بکنیم. بریم با هم خروجی این برنامه رو ببینیم. اینجا همونطور که میبینید در واقع یک علامتی ظاهر میشه که از من میخواد که من اسمم رو وارد بکنم. من میتونم توی این قسمت تایپ بکنم و وقتی که اینتر رو بزنم ادامه برنامه اجرا میشه و همونطور که میبینید اینجا در واقع نام من رو چاپ میکنه. حتی میتونیم متغیرهای بیشتری رو تعریف بکنیم. به عنوان مثال بیایم در واقع ایج رو توی ورودی از کاربر دریافت کنیم و اون رو در واقع با این فرمت براش چاپ بکنیم. اگر که این رو در واقع اجرا بکنیم الان توی قسمت اول از من اسمم رو میپرسه. وقتی اینتر بزنم میره سراغ یوزر اینپوت بعدی و از من انتظار داره که من ایج رو وارد بکنم. مثلا 25 رو اینجا وارد میکنیم و پیغامی رو که میخواستیم اینجا برای ما چاپ میکنه. حتی میتونیم در واقع سمپل های دیگه ای رو با هم دیگه چک بکنیم. مثلا مثل یک در واقع کلکیولیتر کوچیک اگه بخوایم در نظر بگیریم میتونیم از کاربر بخوایم که 2 تا عدد رو وارد بکنه و ما جمع اون 2 تا عدد رو بهش نشون بدیم. خب نکته که اینجا وجود داره، این انسری که ما اینجا نوشتیم در واقع کار نمیکنه و قبلا هم بهتون توضیح دادم که علتش چی هستش. فکر کنم بتونین حدس بزنین. برای اینکه در واقع خروجی هایی که ما داریم در واقع از این یوزر اینپوت میگیریم به صورت استرینگ هستش و بعد میخوایم اون رو چاپش بکنیم. بیایم با هم دیگه چکش بکنیم. خب اگر که این دستور رو اجرا بکنیم به من میگه عدد اول رو وارد بکن. فرض کنید من عدد 5 رو وارد میکنم و برای بعدی عدد 8 رو وارد میکنم. کاری که اینجا انجام میده این 2 تا عدد رو کنار همدیگه قرار میده، یعنی در واقع انگار میاد این 2 تا عدد رو با همدیگه کانکت میکنه. حالا راه حل چی هستش؟ من باید بیام این 2 تا رو به صورت فلوت یا حتی اینتیجر در نظر بگیرم. فرض کنید که میخوایم فلوت در نظرش بگیریم. میگم که این عددی که خوندی رو فلوتش رو در نظر بگیری که اینجوری به صورت یک عدد واقعی میاد اون رو در نظر میگیره و خروجی که برای ما چاپ میکنه یک خروجی واقعی خواهد بود. فرض کنید اینجا من 5 و بعد عدد 9 رو وارد میکنم که خروجی 14 رو به من نشون میده. حالا بیایید یک چالشی رو با هم انجام بدیم و یک تمرینی هم بکنیم. خب بریم که چالش این درس رو هم با هم دیگه انجام بدیم. من اینجا پرینت در واقع کپی کردم و براتون چالش رو که میخوایم انجام بدیم. قراره که یک دیستنس کانورتر داشته باشیم، یعنی از یک در واقع کیلومتر رو تبدیل به مایل بکنیم. خب قراره که 2 تا ورودی از در واقع یوزر دریافت کنیم. یکی فرست نیم یوزرمون هستش، بعد دیستنسی رو که مد نظرش هست به کیلومتر ازش بگیریم و اون رو بیایم تبدیل به مایل بکنیم. چیزی که میخوایم پرینت بکنیم اینه که یه خوشوبشی با در واقع یوزر بکنیم، اسمش رو چاپ بکنیم و اون کیلومتری که مد نظرش بهش بگیم که اینقدر بوده و وقتی که کانورت به مایل میشه مقدارش اینقدر هستش. جهت یادآوری هر یک مایل رو مقدارش رو من نوشتم که چقدر به کیلومتر هستش و اینکه ما باید از یادمون باشه که باید از تایپ های دیتا تایپ های درست استفاده بکنیم و درست محاسبه رو انجام بدیم، پرینتمون درست باشه و در نهایت اون نیمی که میخوایم، یعنی در واقع نیمی که از کاربر دریافت کردیم به صورت کپیتالایز باید نمایشش بدیم. میتونید ویدیو رو پاز بکنین، چالش رو انجام بدین و بعد جواب رو با من چک بکنین یا با من همراه باشین. برای انجام این تمرین ما همونطور هم که توی صورت سوال هستش باید 2 تا متغیر تعریف کنیم. 2 تا متغیر
به اسم نیم و دیستنس به کیلومتر رو اینجا تعریف میکنیم. کاری که بعداً باید انجام بدیم توی مرحله بعد محاسبه در واقع تبدیل کیلومتر به مایل هستش. خب توی این مرحله فرمول محاسبه در واقع تبدیل کیلومتر به مایل رو هم اینجا اضافه میکنیم و برای مرحله بعد باید اون گریتینگی که با در واقع کاربر رو داریم اینجا نمایش بدیم. منتها یادتون باشه که وقتی که متغیر رو ما از یوزر اینپوت در واقع میگیریم، از کاربر دریافت میکنیم، اون به شکل در واقع استرینگ هستش و باید قبلش حتما تبدیل به فلوت بشه که بتونیم اون محاسبات ریاضی رو روش انجام بدیم. توی مرحله بعد باید پرینت و در واقع اون همونطور که گفتم گریتینگ با یوزر رو داشته باشیم که قبل از اون استرینگ که میخوایم بذاریم یه اف میذاریم که نشون دهنده فرمت اون استرینگمون هستش. اسم کاربر رو که از ورودی گرفتیم اینجا قرار میدیم، کیلومتری که در واقع از کاربر دریافت کردیم و مد نظرش هست رو توی وریبل دوم قرار میدیم و توی وریبل سوم اون مقداری که در واقع محاسبه کردیم رو اینجا قرار میدیم. خب بریم این رو اجرا کنیم با هم ببینیم که به چه ترتیبی اتفاق میفته. اسم رو از ما میگیره، به عنوان مثال ما اینجا می نویسیم جان. توی متغیر دوم کیلومتر رو میگیره، به عنوان مثال 10 کیلومتر رو انتخاب میکنیم و میبینیم که این رو اومده برای ما محاسبه کرده و توی اون فرمت استرینگی که خودمون براش تعیین کردیم قرار داده. منتها همونطور که میبینید این عدد خیلی طولانی هستش، پس بهتره که ما اون رو روندش بکنیم. خب حالا برای این کار ما میتونیم از در واقع متد راوند استفاده بکنیم که باید این دیستنس کیلومترمون رو مایلمون رو که در واقع داره تبدیل میکنه رو داخل در واقع ورودی اون متد قرار بدیم. حالا اگر یک بار دیگه اون رو اجراش بکنیم و مثلا اینجا اسم جان رو وارد بکنیم و بگیم به عنوان مثال 14 کیلومتر رو من میخوام محاسبه بکنم، میبینیم که برامون رولش کرده. حتی میتونیم اینجا یک ورودی دیگه هم بهش بدیم و بگیم که اون رو تا مثلا یک رقم اعشار یا 2 رقم اعشار به من نشون بده و اگه باز اون رو اجرا بکنیم میبینیم که خروجی رو به صورت 2 رقم اعشار به ما نمایش میده.